الان رسیدیم به صحنه ترسناک روز قیامت. بعد از اون همه انتظار برای تموم شدن دنیای صدای بلندی شنیده میشه. خدا اسرافیل علیه السلام رو دوباره زنده میکنه و بهش دستور میده تا توی سور معروفش بدمه. پل صراط. وقتی حسابرسی تموم میشه یک پلی از بالای جهنم تا بهشت کشیده میشه و قلاب‌هایی از دو طرف پل آویزونن که وظیفه هر کدومشون اینه یک سری آدم خاص رو بگیرن. نه، تو رو خدا کمکم کنین. نه! اون روز تمام صداها از هیبت خدای رحمان پایین میاد. به جز صدای پاهایی که آروم حرکت میکنن هیچی نمیشنوی. میفرمایند آن روز دهانشان را میبندیم ولی دستانشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به هر کاری که انجام دادند شهادت میدهند. خب حالا دنیا دیگه تموم شده و همه فرشته ها حتی ملک الموت هم یکی یکی مردن، اما حالا وقتشه که همه چیز دوباره زنده بشه و آنگاه شیپور دمیده می شود و ما آنان را کاملا جمع می کنیم. و اینجاست که رستاخیز توی دشت محشر شروع میشه. همه کسانی که از زمان اولین انسان تا الان مردن یکی یکی زنده میشن. دنیا دیگه مثل چیزی که قبلا میشناختیم نیست، به یک جای کاملا متفاوت تبدیل شده. یک دشت صاف و بی انتها بدون افق، وسیع‌تر از هر چیزی که تا حالا دیدی. اونجا باید خیلی انتظار بکشی. نامه اعمال همه بهشون داده میشه و به حسابشون رسیدگی میشه. بعد از اون تمام اعمالشون روی میزان یا همون ترازو وزن میشه. بعدش پل صراط برپا میشه و در آخر سفری که به جهنم یا بهشت ختم میشه شروع میشه. یکی یکی همه این مراحل رو میبینیم. شاید بعضیا تعجب کنن که چطور بدنها دوباره جمع میشن. چطور بعد از پوسیده شدن و از هم پاشیدن زیر خاک میتونه رستاخیزی هم باشه؟ توی این آیه خداوند جواب قشنگی به این سوال میده. میفرماید چه کسی این استخوان‌ها را در حالی که پوسیدند زنده میکند؟ بگو همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد زنده‌اش میگرداند و او به هر آفرینشی داناست. واقعا مگه خالقی که از طریق کاراش توی دنیا میشناسیمش که قدرت و عظمت بی‌نهایتی داره و همه چیزو مرتب نگه میداره، هر بهار نمونه‌هایی از رستاخیز نشونمون نمیده؟ مگه نمیبینی دونه هایی که زیر خاک پنهان شدن چطور زنده میشن، بیدار میشن و به گلای رنگارنگ تبدیل میشن؟ مگه شاهد این موضوع نیستی؟ یه فرمانده رو تصور کن که یه ارتش بزرگ و قدرتمند رو جمع کرده و بعد به همشون دستور میده برن استراحت کنن. فکر میکنه این فرمانده نمیتونه سربازای پراکندش رو دوباره با صدای یه شیپور جمع کنه؟ به همین ترتیب خدا یک انسان رو با جمع کردن عوامل بیشماری خلق میکنه. به مادرها توی سرتاسر دنیا غذا میده و از اون طریق بچه رو توی شکمش خلق میکنه. پس آیا ممکنه بعد از مرگ وقتی اجزای بدنمون توی خاک پراکنده شدن نتونه دوباره جمعمون کنه؟ همونطور که آیه میگه مگر ما از ابتدا به خلقشون عاجز بودیم؟ آدما با وحشت و ترس از قبرشون بلند میشن، انگار از یک خواب عمیق بیدار شدن. همشون در حالی که پا برهنه و لختن به طرف یک جایی هجوم میبرن، اما به خاطر وحشت و شوکی که دارن تجربه میکنن حتی نمیتونن به همدیگه نگاه کنن. هیچکس نمیدونه چی کار کنه، مثل ملخ‌ها پراکنده میشن و به هر سمتی میدوئن. خب در واقع قبلا در مورد این لحظه بهشون وعده داده شده بود. اونا با چشمای فرو افتاده از قبرشون بیرون میان و مثل ملخ‌های پراکنده شده سریع به سمت ندا دهنده هجوم میبرن. کافران میگن این روز سختیه. مؤمنانی که از نافرمانی خدا دوری کردن با غرور و صورتهای شاد راه میرن یا سوار حیواناشون میشن. اما اونایی که از قرآن رو برگردوندن تا صحرای محشر روی صورتشون کشیده میشن. بعضی صورتها نورانی‌اند و میدرخشن در حالی که بقیه غرق عرقن. آدما شروع میکنن دنبال عزیزاشون بگردن اما بیفایده است. همه توی مشکلات خودشون گم شدن. از همدیگه فرار میکنن چون تنها چیزی که توی ذهنشون میگذره نجات از گناهانشونه.
مجرم آرزو میکنه بتونه خودشو از عذاب اون روز نجات بده، اونم با قربانی کردن پسراش، همسرش و برادرش و خانواده نزدیکش که یه وقتی بهش پناه داده بودن و هر کی که روی زمین هست رو با هم قربانی میکنه تا شاید این بتونه نجاتش بده. لطفاً بذار برم. اگه میخوای همسرمو به جای من بگیر، اگه میخوای دوستامو به جای من بگیر. توی دنیا با هر کی دوست بود و به حرفای هر کسی گوش میداد، توی روز قیامت به دنبال اونا میگرده. اگر این دوستیا در راه شر بودن، به محض اینکه پیداشون کنه یقشون رو میگیره. من روی زمین مطیع تو بودم، هر کاری که گفتی انجام دادم، حالا بگو چی کار کنم؟ ولی اونا بدون نگاه به پشت سر فرار میکنن. حتی نمیخوان اونی که ازشون پیروی میکرد و ببینن و اون افرادی که مطیع بودن غرق پشیمونی میشن. اونایی که مطیع بودن میگن کاش یه فرصت دیگه توی زندگی دنیایی داشتیم تا اونا رو انکارشون کنیم، همون جوری که اونا طردمون کردن. کم کم بعضی اسامی توی ذهنت میان. اونا آدمایی هستن که اون روز باید باهاشون روبرو بشی، هرچند اگر میلی به دیدنشون نداشته باشی، ولی راه فراری نیست. تمام بشریت در یک صف بزرگ با هم میستن و حالا زمان انتظار کشیدنه. آدما میخوان بدونن این انتظار چقدر طول میکشه، چون وضعیت غیر قابل تحملی اون روز خورشید از همیشه به آدما نزدیکتر میشه. در حالی که توی دنیا آدما نمیتونستن زیر خورشید 40 درجه وایستن، اون روز باید زیر خورشید سوزان محشر برای یه مدت خیلی طولانی منتظر بمونن. بر اساس وزن گناهشون همه خیس عرق میشن، جوری که تا حالا نشدن. اما آیا هیچ سایه‌ای وجود نخواهد داشت؟ پیامبرمون صلی الله علیه و سلم قبلا مژده کسانی رو که توی سایه هستن داده بود. فرمودن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه اون نیست، خداوند به 7 گروه سایه عطا میکند. به حاکم عادل، به جوانی که با عبادت پروردگار بزرگ شده، به آدمی که دلبسته مسجد است، 2 نفری که فقط به خاطر خدا همدیگر را دوست دارند و فقط به خاطر خدا همدیگر را میبینند و جدا میشوند، به مردی که دعوت یک زن دلفریب از خانواده اشرافی برای رابطه نامشروع را رد میکند و میگوید از خدا میترسم، به مردی که مخفیانه صدقه میدهد، آنقدر مخفیانه که حتی دست چپش نمیداند دست راستش چی داده، و به آدمی که در خلوت الله را یاد میکند و چشمانش پر از اشک میشود. یه مژده دیگه از حدیث اینه: هر کسی که به یک بدهکار در زمان سختی وقت بدهد و همه یا بخشی از بدهی او را ببخشد، خداوند در روز قیامت زیر سایه عرشش او را پناه می‌دهد، آن هم درست وقتی که هیچ سایه‌ای جز سایه او نیست. انتظار برای مدت خیلی طولانی ادامه پیدا می‌کنه، اما بازم قضاوت شروع نمیشه. حتی به جایی میرسه که آدما ناامیدانه دنبال کسی میگردن تا از این وضعیت نجاتشون بده. اول به سمت پدر بشریت میرن، حضرت آدم علیه السلام، بعد سراغ نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیه السلام میرن. هرچند اونا از بزرگترین پیامبران هستن، اما همشون میگن نفسی نفسی، یعنی خودم. روز خیلی سختیه، جوری که حتی پیامبران هم فقط مشغول نجات دادن خودشون هستن. سبحان الله، هیچ کدوم خودشون رو لایق این درخواست از خدا نمیبینن. هر کدوم به بعدی اشاره میکنن تا در نهایت به سمت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هدایت میشیم و در نهایت از طریق دعایی که ایشون به خدا میکنن قضاوت شروع میشه. اما از اون به بعد چیزی که از راه میرسه سخت‌تر از تموم اونایی که قبلش اتفاق افتاده. قبل از حسابرسی بزرگ همه توی یه صف میستن. بعد از سمت چپ یک غرش دهشتناک شنیده میشه، جوری که همه از ترس شروع به لرزیدن میکنن و اون جهنمه. آتش جهنم با همه شدت و قدرتش ظاهر میشه و بی‌صبرانه میسوزونه، چون جلوش آدمایی هستن که ظلمای بیشمار و گناهان وحشتناکی کردن، کسانی که خدا و پیامبرانش رو نادیده گرفتن و مؤمنین رو مسخره کردن و صدها آدم بیگناه رو کشتن. اونا از ترس خشکشون زده، فقط با درموندگی خیره شدن. و سمت راست جنت یا همون بهشت با همه زیبایی و شکوهش ظاهر میشه. اونایی که توی دنیا به خدا ایمان داشتن و به پیامبرانش گوش دادن با شادی منتظر هستن. توی راه وقتی میخوان نامه اعمالتو بهت بدن، با یک صحنه شوکه کننده روبرو میشی. یه وقتی توی دنیا یک گوسفندی با سرش به یک گوسفند باردار زده بود و باعث شده بود اون بچه‌شو از دست بده. اون روز این 2 گوسفند روبروی هم قرار میگیرن تا قصاص گرفته بشه و همون کار با همون یکی هم انجام بشه. توی اون لحظه واقعاً میفهمی حتی کوچکترین چیزها که فکر میکردی بی اهمیتن به حساب میان. هر کس ذره خیر کند پاداش آن را میبیند و هر کس ذره شر کند جزای آن را خواهد دید. خب حالا به همه نامه اعمالشون داده میشه. اهل بهشت نامه رو از سمت راست میگیرن، در حالی که اهل جهنم از سمت چپ یا از پشت میگیرنش.
اونایی که نامشون از سمت راست داده میشه اصحاب الیمین و اونایی که نامشون از سمت چپ یا پشت داده میشه اصحاب شمال نامیده میشن و نامه اعمالشون جلوشون قرار داده میشه و میبینی که گناهکاران از چیزی که توش نوشته شده وحشت میکنن و میگن وای بر ما، این چه نامه‌ایه؟ هیچ عمل کوچک یا بزرگی رو جا ننداخته. همه کارهایی که کردن رو پیش روشون میبینن. پروردگارتون به هیچ کس ظلم نمیکنه. کاش هرگز از شیطان پیروی نمی‌کردم. لطفاً منو ببخشین، یه فرصت دیگه بهم بدین. کاش از نفسم پیروی نمی‌کردم. کاش ذلیل می‌شدم. در مورد اهل بهشت اما وقتی اونا نامه اعمالشون رو میگیرن قرآن اینطور توصیفشون میکنه. هر کی نامش رو توی دست راستش بگیره میگه این نامه اعمال منه، بخونیدش. میدونستم که به پاداشم میرسم. و خب اون یک زندگی دلپذیر در انتظارشه. برای چشیدن طعم آسایش و شادی توی همچین روز وحشتناکی آیا واقعا نمیارزه که از حرام دوری کنی؟ با وجود تمام ترسا چیزی که از یک آدم در اون روز خواسته میشه در واقع خیلی ساده است. اینکه این زندگی کوتاه که تقریبا در قیاس با حیات ابدی اخروی هیچی نیست، دور از حرام بگذرون. بعد از این همه هر کی زندگیش رو با حرام سپری کنه هرگز نمیتونه طعم شادی واقعی رو بچشه. خدا به کافران میگه چند سال روی زمین موندید؟ اونا میگن یه روز یا بخشی از یه روزو موندیم. پس از اونایی که شمردن بپرس. بهشون میگن فقط یه کمی موندید که ای کاش میدونستید. اونایی که زندگی این دنیا رو در عوض آخرت خریدن عذابشون سبک نمیشه و کسی هم کمکشون نمیکنه. و حالا اونایی که ایمان نیاوردن یعنی کفار به جهنم انداخته میشن، جایی که خونه ابدیشونه و هرگز دیگه اونجا رو ترک نمیکنن. بر اساس سطح انکارشون و اشتباهاتی که کردن عذابشون حتی شدیدتر هم میشه. اما شاید بدترینشون این باشه که هرگز نمیتونن پروردگاری که خلقشون کرده رو ببینن. حالا فقط یک قدم مونده، پل صراط که روی جهنم ساخته شده و به بهشت میرسه. مؤمنان پرهیزگار، گناهکاران، کفار همه میان روی این پل. جز این راه دیگه‌ای برای رسیدن به بهشت نیست. اولین کسانی که از صراط رد میشن پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم و امتش هستن. همه بر اساس اعمالشون از این پل رد میشن. بعضی به سرعت برق ازش رد میشن، بعضی مثل باد، بعضیا حتی نمیتونن راه برن و سعی میکنن بخزن تا رد بشن. دو طرف صراط قلاب‌هایی آویزون هستن. اینا دستور دارن تا بعضی از آدم‌ها رو بگیرن. نه، تو رو خدا کمکم کنین. نه! بعضیا در حالی که خراش و زخم برداشتن از این قلابا فرار میکنن، در حالی که بقیه گرفته میشن و توی جهنم پرتاب میشن. جهنم هرگز سیر نمیشه. وقتی ازش پرسیده میشه سیر شدی فریاد میزنه هل من مزید، یعنی آیا بیشتر هم هست؟ جهنم با همه وحشتش درست زیر پاهامونه، جلوی چشمامون میسوزه. سعی میکنیم نگاه نکنیم و فقط از پل رد بشیم و بعد به آدمای اطرافمون نگاه میکنیم. بعضیاشون از گناهانشون پشیمونن در حالی که بقیه میافتن توی جهنم. و بعدش اونایی هستن که توی دنیا به فکر آخرتشون بودن. اونا بدون حس کردن هیچ دردی خیلی سریع از پل رد میشن. دلیل این که جهنم به صالحین نشون داده میشه برای ترسوندنشون نیست، بلکه برای بیشتر کردن شادیشونه. بهشون نشون داده میشه که از چه جای وحشتناکی نجات پیدا کردن، اما اینا فوراً ازش رد میشن. دلتنگیشون بالاخره به سر میاد و به خونه ابدیشون یعنی جنت میرسن. در حالی که همه اینا داره اتفاق میفته، یکی هست که با اندوه و شفقت داره دعا میکنه. اون تموم عمرش رو با رحمت به امتش نگاه کرده و براشون دعا کرده و اون رسول الله صلی الله علیه و سلمه. نجاتشون بده پروردگارم، نجاتشون بده. مدام برای مؤمنین دعا میکنه. اون روز کار سخت ما قرار گرفتن جلوی عدل خداست، اما سختی پیامبر دیدن امتش توی اون وضعیته، دیدن اونایی که نامه اعمالشون به دست چپشون داده شده، وضعیتشون روی صراط و سقوط تک تکشون توی جهنم. از طرف دیگه
راحتی ایشون دیدن اونایی که تونستن به دروازه‌های جنت برسن. بالاخره جهنم اونایی که لایقش بودن رو گرفته و حالا وقتشه که بهشت به مردمش خوش آمد بگه. و آنانی که از پروردگارشان پروا کردند گروه گروه به سمت بهشت رانده میشوند. چون به آن رسند در حالی که درهایش از پیش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گویند سلام بر شما، پاکیزه و نیکو شدید، پس وارد آن شوید که در آن جاودانه اید. انشالله اگه موفق بشیم. جایی که آخر این سفر بهش میرسیم انقدر زیباست که خداوند اینطور توصیفش میکنه: جنت جایی است که تا به حال هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و هیچ انسانی تصور نکرده. و حالا ما داریم وارد سرزمین خوشبختی ابدی میشیم، جایی که تا ابد زندگی میکنیم و از همه نوع لذتی بهره میبریم و بالاتر از همه بزرگترین نعمت رو داریم که دیدن خداونده. اگه این ویدیو بهت رسیده مطمئن باش که این تصادفی نیست. خدا اون رو پیشت آورده و باعث شده تا آخرش رو ببینی. میدونی چرا؟ چون میخواد یه چیزی توی زندگی تغییر کنه. پس ما نباید حتی یه قدم به سمتش برداریم؟ وقتشه برای زندگی تصمیم بگیری. اگر نماز نمیخونی بذار این لحظه شروع نماز خوندنت باشه با اپلیکیشن نمازمون که کاملا رایگانه و بدون تبلیغات میتونی 5 نوبت نماز روزانه رو به بخش ثابتی از زندگیت تبدیل کنی. اگه میخواید ایمانتون رو قوی کنید و دانش اسلامیتون رو عمیق‌تر کنید، ما ویدیوهای زیادی توی این کانال براتون آماده کردیم. میتونید هدف بذارید و منظم ببینیدشون. اگر نمیتونید چطور قرآن رو به عربی بخونید، ما اپلیکیشنی به نام لاملیف قرآن ساختیم که میتونید سریع و راحت و رایگان یاد بگیرید. و اگر میخواید معانی قرآن رو عمیق‌تر کاوش کنید، میتونید اپلیکیشن تفسیر خوندن ما که اسمش کافکیت هست رو دانلود کنید. یادتون باشه وقتی برای خودتون هدف بذارید، حتی اگر کوچیک باشه، همه چیز شروع به تغییر کردن میکنه. خب بهشت واقعا چطوریه؟ چی اونجا منتظرمونه؟ پاسخ این سوالات توی قسمت 4 و آخر خواهد بود. بهشت و جهنم با هوش مصنوعی جون گرفته و به تصویر کشیده شده. به یه چیزی توجه کردین؟ حین دیدن این ویدیو هیچ تبلیغی نمیبینید، چون به سوی ابدیت یک سازمان غیر انتفاعی. ما فقط از طریق حمایت‌های شماست که میتونیم این ویدیوها رو بسازیم. اگه میخواید بخشی از این کار خیر باشید، به سوی ابدیت کمک مالی کنید و این فرصت طلایی رو از دست ندین.